میخواستم درباره همین خوجگی لیمو پروری چند سخن میگفتید. چرا محض همین ساحه را انتخاب کردید و هدف از تأسیس این خوجگی چی است؟ تا کدام اندازه حاصل خوب به دست میارید؟ 7 سال شد که ما همین با شغل داریم. من همین نهالا 7-8 ساله شد. اگر که نهالی 2 ساله باشد، اگر وادشان باشیم، بعد من قریب 9 ساله شدم لیمونو. لیمون پروری هم خیلی خصوصیت دارد که همین مهنت کنی همین راحت میبینی. همین من همین نهالا میشنونید و پرورش میکنید. دور میتید، پر میتید، کام میتید. جای زیاداتش میبرید. بعد می‌سازیم حاصل میگیرید. این همین نهال لیمون سالی سیوم با حاصلش سر میکنه. سالی سیوم با درختایی که از 7 تا 10 ساله حتی 400-300 دانه لیمون بستنش ممکن. همین لیمونایی که از این شما دیدید سودید، همین لیمونو قریب 250-300 تن میوه دارد. در یک موسم مثلا چقدر حاصل به دست میارید؟ اکنون درست که پوزیو ناونیول که هستن 5 تن 4.5 تن گرفته، 5 تن گرفتیم موزارش با. اگر که از این یک 10-12 سال که شوند همین لیمونو ممکن که حاصل زیاد میشد اگر که نصیب باشد. محصولات وقتی میشد که اومده بچه‌ها گرفته طرف رسمی میبرند. میشد که هم بازارهای داخلی بمیفروشند. همین کدامش که قلای شد ما کدامش که قیمت‌تر رود که همین مبلغ در کار برای من همین پوشاندنی همین گرمخانه پلانکای صفتش نقض باشد اگر تا 4 سال 5 سال میبرد. اگر صفتش من همون استحصالی ایران اینجا باشد همین 2 سال با آفتاب میسوزاند. خیلی همین گوشه‌ای به مهنت کنی میشد و وقتش هست. لیکن خیلی بود من همین درون همین باغ لیمون بگردی اگر فشارت بلند باشد با فشارت چی میشد پس میشد. خیلی با یک من بیرون شخل برف درون کبوتی این هم یک شخص به الهام میبرد. یک عجیب این هم. چرا محض همین ساحه را انتخاب کردید شما؟ پدرمون با پرور بود، با گم بودن. ما هم اکنون خیلی یک که دیدیم همین پرنیکه که به سالگی به فعالیت بود من میگفته در همینجا همین نهالچی رو دیدیم همین پرورش کردن. در این خوجگی چند نفر فعالیت میکنند؟ اهل اوهله کار میکنیم ما. بیشتر وقتی کار میکنیم، کلنا کار میکنن، نبیرا کار میکنن. وقتای بیکاری، وقتای دمگیری به اومده کم کم بخناش نرم میکنن، پارو میریزن، چی میکنن. همین لیمون پروری یک خصوصیت دارد که هست جایی هست که وای چخوری با میکنن همین لیمونا. چخوری بکنی اگر اونجا با گرمی هیچ ضرور هم نیست، در کارم نیست. یعنی اینکه در بلندی که هست اگر از 15 گراد خنک شود موناد اگر همین گرم کردن نکن. گرم نکنیم اگر لیمون خود میزنن. اگر که در چخوری اگر لیمون شونی 1 متر چخور باشد اگر همین لیمون که گرم خونه که میسازیم چی میکنی نهال میشونی و به گرمی در کار نیست. نسبت به سال گذشته نرخ لیمو این سال خیلی به مراتب کاهش یافت و شما از این ضرر میبینید یا برعکس؟ اکنون خیلی وای سال کمتر قیمت‌تر بود، این سال ارزان‌تر شد. ممکن که به خارج نمیرود میگم بلیس همون چیزش، لیکن ای شکر همین شما چقدر که هم نصیب تقدیر باشد همون میگیری و زیادتی نمیگیری. من حاضر بچه‌ها تشکیل کردیم خودم درباره پیوند کردن همین لیمون با ماندارین، اپلسین پیوند کردیم، گیبریت پیوند کردیم که و همین گیبریت هم باید هر یک همین لیموندارین با 2-3 درخت باشد و همون بسیار قوتش چیزش بلنده همین بعد صفت لیمون کلانتر میکند. لیکن ما وزید تشکیل کردیم ماندارین، اپلسین همین هم سبز شده باید داشتیم. همینجا باید 2-3 نهال بود احمد دادیم قاق کردیم بگیم میشد
мандарин, апельсин мумкин истеҳсол кардам. дар маҷмӯъ чанд бех ниҳол аст ниҳоли лимӯ? қариб як 650 бех ниҳол аст. аз ҳар як бех лимӯ чақадар чанд килограмм ҳосил доштан? Хамин 250-300 ака ҳозир вай калон шавад агар намедонам чанд мешавад ака. Вале 10-12 сола шавад. ҳозираш ба ман ҳамин аз ҳамин дарахтое ки ман ҳаст дар ҳаминҷа хай 70 кило 80 килограмм мумкин гирифтам.